10 سوالی که زندگی مسیر رو دور آورد. از 94 کیلو آمدم 70 کیلو. 10 سوال است، گوش کنین. برای آشکار کردن نقاب ها و نقش های خودم. سوال اول: چه چیزی را همیشه وانمود می کنم که هستم، اما در تنهایی خود می دانم که نیستم؟ جوابش باید خودتان پیدا کنید. سوال دوم: کدام احساس یا خواسته را سالهاست سرکوب کردم چون فکر می کنم که آن را نباید داشته باشم؟ جوابش خودتان بدین. در سوال سوم: در چه لحظاتی خودم را طوری نشان می دهم که دیگران مرا بپذیرند، اما خود واقعیم را پنهان می کنم؟ جوابش هم خودتان بدین پیش خودتان. چهارم: چه داستان ها را بارها در ذهن خود تکرار کردم فقط برای این که برای خودم را قربانی یا قهرمان نشان بدم تا مردم مرا دوست داشته باشند؟ جوابش هم خودت بدونید. پنجم: اگر امروز نقاب های مهربان بودن، قوی بودن، عاقل بودن را یا هر چیزی دیگر را بردارم، چه چیزی در چهره واقعی خودم هستم و دیده خواهد شد؟ جوابش حتما را بدین. سوال ها رو بنویسین، جواب هایش هم در زیرش بنویسین. سوال ششم: کدام نقش فرزند خوب، دوست خوب، یار وفادار یا قربانی یا نجات دهنده خرابکار در زندگی دیگران بازی میکنم تا حس کنم وجودم معنی داره؟ آیا وجودم معنی داره؟ این رو جوابش باید بدیم. سوال هفتم از این قرار است: چه چیزی از خودم میترسم که آنقدر قوی هست یا عمیق هست که حتی هنوز اسمشم نمیدانم؟ این در بخش روانشناسی یا آگاهی درونی کمک میکنه براتون. جوابش بده. اگر هیچ قضاوتی در کار نبود، من واقعی که هستم چه چیزی را میخواست؟ فکر کو دین نداری، مسلمان نیستی، فکر کو قضاوت کننده کسی نیست، در هیچ بند بسطی نیستی، واقعا چه چیزی را میخواست؟ در کودکی چه چیزی از من گرفته شده، از تو گرفته شده یا نادیده گرفته شده که امروز نقاب میزنم به خاطر اون لحظه ها که جبران شود؟ این رو جوابش حتما بده. آیا جرأت دارم که دیگر نقاب نزنم حتی اگر بعضی مرا ترک کند یا دیگر مرا دوست نداشته باشد؟ جوابش بده. اگر این 10 سوال جوابش واقعا دادی، ببین، تحلیل کن، بگرد آیا این سوال ها جوابهایش مرا به سوی مقصد موفقیت میرسانه یا نه؟ با امید خودتان.